هر وقتی که معاش از مکتب میدادند پیش همه خیلی بود که کسی رو آورده معاش مزد مهنت ما در خود همین مکتب میدادند. معاش گرفتم برابر من بعد از درس حتما به شهر میرفتم و کوشش میکردم که برای عیانیت یگان عیانیتی بیارم که برای هم خود من سبکتر شود به خواننده ها درس دادن و با خودی خواننده ها وقتی که عیانیت میبینن از عیانیت استفاده میبریم، البته برای آنها از خود کردن موضوع های گوناگون هم خوبتر و بهتر میشود. من اون چیزهایی که در این سیبخانه ما میبینید خیلی میز و کرسی ها خود بینا از مکتب است، لیکن باقی مانده عیانیتی که در اینجا میبینید همش از مزد مهنت خودم هست و به خاطر فرزندان ما همین کار کردیم که آنها چقدر زیادتر به خود موضوع ها را خوب قبول کنند. علاوه بر آن با همچون سیاه و دیگر مملکت ها هم هنگامی که من سفر میکنم من به نزدیکی مثال خریطه آوردیم از اسرائیل. مثال از گپ می شود درباره بحر مرده. بحر مرده در خریطه های کلان سیاسی جهان نیست، در خریطه طبیعی جهان هم نشان داده شدگی نیست، لیکن در این خریطه این همش نشان داده شده است که این سبکی با درس و سبکی با خود خواننده ها که در اینجا میبینن که من بحر مرده رسمش نشان دادن و در سرحد دولت اردن یا اینکه یوردانیا میگویم و دولت اسرائیل جایگیر شده است. در پس این خریطه البته خود شهرهاش یروشلیم امروز پایتخت دولت اسرائیل شده است. این هم نشان داده شدگی هست در اینجا. استاد تقریبا مثلا چقدر مبلغ شما صرف میکنید برای خریدن یک چیز؟ میبخشید برای فرزنده وقتی که آموزگار زحمت میکشه با مبلغ وای نگاه نمیکنم. من حساب نمیکنم که مثلا همین یک خریطه که شما خریدید چقدر مبلغ داره؟ مثال من اینجا یک خریطه دارم که از سیمشک فروشای کوچه بازار خریدم با مبلغ 25 سومونی. مثال این هجوم مغول ها با آسیای مرکزی و با دولت روسیه هست. من این خریطه برای فرزنده گوییم که خریدیم. ما وقتی که ساعت 7 سحر با ما مؤسسه میبینیم درسای مشغولیت های ما ساعت 6 تمام میشد. بعضا میشد که ما آموزگارا 7 از مکتب اومده میرویم، بعضیمون چون که نشسته کاروی بودگی خود رو به انجام میرسانیم که کار تعلیم و تربیت به پیش رود. پس از این به خانه که رفتیم البته با کار خانه مشغول میشویم، با تربیت فرزند خود مشغول میشویم. بعضا میشود که بعضی کارهای ناتمام خود رو برداشته به خانه برده باز انجام وی رو دوام میدیم و همین کارها سر و کار میگیریم. آموزگارای داریم هستیم ما در محل که هستیم. من عینی وقتی کشت و کار اومده ایستاده است، کشت و کار تیرمویی ما داریم آموزگارانی که پس از مشغولیت آنها چون که به یک معاش معلمی خود را قانع کرده نمیتونن، مخصوص مردها نمیتونن. پس از این البته برآمده در من که ما در محل هستیم اینجا صاحب کاری دارن، کشت و کار میکنن، برآمده به همون زمین های خود مشغول میشوند که کشت و کار کنن یا یکم باغ تشکیل کردگی هستن، همون باغ‌های خود با میوه همون درختان خود نگهبانی میکنن که تا که زندگی خود رو پیش برن. شما می‌خواستید که عید معلم‌ها چه جشن گرفته شد؟ عید معلم‌ها چه جشن گرفته شد؟ خیلی خواننده اومدن تبریک کردن. ما همین سخن خواننده الکی ما همو و ما بس است. همین خواننده که یک تبریک کنه نه در توفشان در کل هیچ چیز در کل نیست. کل هم زمین دارم، هم گو مال دارم، همه چی دارم. این دیگ خواهد، این دیگ مرغابی، چیزی که خواهد دارم در خونم زوپارک است.
چندین دو یک قریب 12-13 تا گاو دارم. من ساعت 4 سحر اول خسته گاو مولم میکنم، بعد با میدوام مکتب، از مکتب ساعت 7 نیم سحر تا دیگه ساعت 5 من در اینجا. بعدم با سر زمین میره. با زمین با کار خونه خیلی چیکار میکنی؟ زندگی است. زاتو خیلی نشد. مثلا از همون گاو مولتون شما چی فایده میبینید؟ شیر. البته شیر، هیزم، همش چیزاش هست. ما همکاری با همون فینکا میکنیم. فینکا ما هر سال مبلغ میگذارد. ما همون مبلغ عبارت داده فقط به ما قطعی مشغول هستیم. فقط شیر میفروشم تمام تپک. اگر دونه تپک میفروشم. تپک هم میفروشید؟ چند سومی میفروشید؟ 1 سومانی 1 دونش. 1 دونه. مثلا از همون یک فروش تپک چقدر فایده میگیرید تخمینا؟ خیلی من 500 تا گیریم 500 سوم. 1000 تا فروشیم 1000 سوم. چند تا همین سال 900 چند تا فروختم. همین ساکنای همین محله میخرن. آدمایی که هستن که گاو مول ندارن از من میخرن. مثلا اگر با یک معاش آموزگاری به هر صورت مشکل است، چند سو معاش میگیرید؟ البته معاشم 1200 تومان است. معمولا چی میگیرید به همون 1200 تومان؟ ما چی میگیریم؟ من گفتم که من وقتی که با بانک همکاری میکنم همون پاییزی بانک میسپرم و ماندگیش با همون زندگیم باید میرود. ای اور خورده همین مردکه هم خیلی شکر خدا هسته. مردکه هم کار میکنه. نکنه